چهره ترسناک آمپول اوزمپیک. حقیقت تلخ و ناگوار درباره اوزمپیک اینه که پس از اینکه سوزن وارد میشه معجزه‌ای در کار نیست. این یک تهاجم شیمیایی خشنه. اول معده شما رو پیدا میکنه، دارو دیواره ها و اندام رو مجبور میکنه تا خودش رو تغییر بده. سیگنال مستقیم میره به مغز، هیپوتالاموس هک میشه و گرسنگی از بین میره. شما از خوردن دست میکشین. نه به صورت ارادی بلکه به خاطر انسداد شیمیایی. چربی ها با سرعت زیادی تخلیه میشن، میشکنن اما حجمشون زیاده. پوست شما فرو میریزه و چهره ترسناک اوزمپیک خودش رو نشون میده. غذا به آرومی فاسد میشه و شما سیر میشین. پانکراس در حد خودش آزار میبینه. انسولین ترشح میکنه. قند رو به هر قیمتی که شده کنترل میکنه. پوست نمیتونه همراهیش کنه. کلاژن کششش رو از دست میده و اضافه میاد. شده یه سیستمی که ایجاد میشه. سلول های شما کاملا تغییر میکنن و متابولیسم بازنویسی میشه. برای دیدن نکات علمی بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنید.